محترم تماشاچیان تلویزیون، انتخاب کنندگان گرامی، برنامه پیش از انتخاباتی من از برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان سرچشمه گرفته نقشه و دورنما، هدف و برنامه‌ها و استراتژی‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور و سپارش‌های راهنماساز و هدایتگر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مولا رحمان منشأ گرفته است. حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در دایره هدف‌های سازنده خود بهر تحکیم دولتداری ملی، تأمین حقوق و آزادی شهروندان و رشد استوار جامعه سعی می‌نماید. من همچون نامزد به وکیل مجلس نمایندگان با اعتماد به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و معیارهای قانونگذاری برنامه پیش از انتخاباتی خود را پیشنهاد می‌نمایم. با نظرداشت آنکه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان حفظ دولت و دولتداری، تأمین امنیت ملی، تحکیم استقلال دولتی و توسعه و وحدت و یگانگی خلق تاجیکستان را از همه ارزش‌ها بالاتر می‌داند، حل مسئله را به مانند فهمیدن مضمون و ماهیت شکل دولت و نمای دولتداری تاجیکستان که خلق توسط کنستیتوسیا به صفت دولت دموکراتیک، حقوق بنیاد، اجتماعی، دنیوی و یگانه معین کرده است مهم می‌شمارد. این است که در برنامه پیش از انتخاباتی من این مسئله مورد توجه مخصوص قرار دارد. مطابق ماده 6 کنستیتوسیا که خلق را سرچشمه حاکمیت دولتی مقرر نموده است، دولت دموکراتیک ما دارای شکل اداره جمهوری می باشد. شکل اداره جمهوری به مقامات‌های اساس می‌یابد که مردم و یا اکثر آن بواسطه و یا بواسطه در تشکیل آنها نقش می‌بازند. حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و اعضای آن مسئولان جهت حفظ این شکل اداره کنی کار و فعالیت نمایند، زیرا خود حزب‌های سیاسی واسطه مؤثر تشکیل شکل اداره جمهوری می باشند. باید گفت که عملی سازی دولت دموکراتیک که معنایش حاکمیت مردمی می باشد با پرینسیپ‌های چون انتخابات آزاد و شفاف، احترام به انتخابی کادرها از روی کسبیت، دانش، ملکه و استعداد، فعالنوکی سیاسی شهروندان و از اعضای حزب، تأمین نمایندگان خلق در شاخه‌های حاکمیت دولتی، قانونگذار، اجراییه و سودی، اینچنین اطلاعات آزاد و گوناگون اندیشی سیاسی تکیه می‌کند. اشتراک در انتخابات نیز یکی از زمینه‌های تطبیق دولت دموکراتیک تاجیکستان ارزیابی می‌شود. استقلالیت دولتی و وحدت ملی زمینه اساسی ظهور ملت همچون دولت است. به صاحب اختیاری ملی، سیاسی و دولتی خلق صاحب دولت حقوق و آزادی‌های ملت خود را مطرح کردن نمی‌تواند. از این نقطه نظر حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در 5 سال آینده اجرای این رسالت را به حل مسائل‌هایی که با بلند برداشتن حس خودشناسی ملی، دوست داشتن وطن، حفظ شان و شرف شهروند و بلند برداشتن معرفت سیاسی وابسته می‌داند. اینجا می‌خواهیم وابسته به مسائل‌های در بالا ذکر شده اندیشه بیان نماییم. قبلا باید تذکر کنم که خودشناسی ملی این افتخار وطنداری، شان و شرف شهروندی و معرفت سیاسی محک اساسی رشد نظام سیاسی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان خواهد بود. خودشناسی ملی از خودشناسی شخص یعنی مقام و منزلت خود را در عائله، جامعه درست و ارزنده درک و معرفی کردن شخص آغاز می‌یابد. شخص برای رسیدن به هدف‌های عمومی ملت که سعادت خود وی نیز از آن وابسته است کوشش می‌کند. وطن را درک کردن و با آن افتخار داشتن از طبیعت اجتماعی و سازندگی شخص شهادت می‌دهد. وطن که برای انسان علاهیده شرایط مهیا می‌کند، او را از هر عمل‌های نامطلوب دفاع می‌نماید. مقامات دولتی برای سعادت وی در عموم خدمت می‌کند. پس دوست داشتن و به قدر آن رسیدن قرض و مسئولیت هر شهروند است. شهروند همچون عضو فعال آزاد جامعه شهروندی و دولت دموکراتیک خود به واسطه در تشکیل قدرت، قبول قانون‌ها و تشکیل حاکمیت سودی توسط رأی خود نقش گذار است و به شکلگیری و فعالیت دولت همچون محصول عمل خود مناسبت می‌کنند. در شرایط ناآرام جهانی معاصر باشد معرفت سیاسی داشتن، درست درک و هضم کردن رسالت سیاسی و حقوق و آزادی‌های شخصی و سیاسی برای هر یک شهروند از وظیفه‌های اولین درجه است. زیرا طرز پیشوای ملت بارها تاکید کردن هوشیاری سیاسی و معرفت حقوقی کفیل وحدت
و امنیت و ثبات ملت است. حفظ کردن و تحکیم بخشیدن دولت داری ملی در شرایط پرتضاد و پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، اینچنین مبارزه با عملهای منفی جهانی‌شوی نیز بخشی از برنامه‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است که باید در 5 ساله آینده مورد عمل و تطبیق قرار داده شود. دولت دموکراتی دنیوی، اجتماعی و یگانه به ارزش‌های ملی در چنین شرایط وزنی ژئوپلیتیکی عالم استقلال و رشد خود را حفظ کرده نمی‌تواند. بنابراین ضرور است که با ارزش‌های ملی به مانند زبان، عائله، فرهنگ، عرف و عادت، عنعنه‌ها، اقتصادیات ملی، اعتقاد و در مجموع به دیگر منفعت‌های ملی در پهنای دولت دموکراتی افضلیت داده شود. زیرا محض دولت دموکراتی با ارزش‌های ملی تکیه کننده امکان دارد صاحب استقلالی و صاحب اختیاری وطن را تامین سازد. همچنین ما می‌خواهیم در پرتو غایه تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال، وطن محبوب همه ما، تمام قشرهای جامعه صرف نظر از ملت و زبان، دین و مذهب و عقیده و موقع سیاسی متحد نماییم. این عامل باعث باز هم رشد کردن تاجیکستان صاحب استقلال و همچون دولت مترقی شناساندن آن در سطح بین المللی می‌گردد. این است که ما در برنامه پیش از انتخاباتی خود این مسئله را نیز وارد نمودیم و در صورت انتخاب شدن سر این مسئله تلاش خواهیم کرد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحکیم صلح و ثبات و وحدت و رضایت ملی را نیز همچون دستاورد بی‌نظیر خلق تاجیکستان ارزیابی می‌کند و با آن نظر است که صاحب اختیاری دولتی و رشد تاجیکستان به صلح و وحدت رضایت ملی ناممکن است. کلید رسیدن به قدر وطن این ارزش‌های صلح و ثبات و امنیت ملی را دانستن است. همه مشکلات عالم و دولت حل شونده است. از این خاطر رسیدن به قدر صلح و ثبات و تحکیم بخشیدن آن وظیفه مقدس هر شهروند، جامعه و دولت است. علاوه بر این حفظ ارزش‌های عمومی انسانی نیز در برنامه پیش از انتخاباتی من همچون سمت استراتژی فعالیت سیاسی و افکارروی جای دارد. در برابر همه ارزش‌های نامبر شده ملی و محوری سیاسی ما همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد وظیفه داریم که ارزش‌های بشری و استانداردهای بین المللی را که جامعه پیشرفته جهانی تجربه کردن بازآموزی نموده برای منفعت خود مورد استفاده قرار دهیم. این است که توجه ما به تشکل جامعه استوار شهروندی و بالا بردن نقش آن در رشد منبعده دولتداری نگرانیده شده، تشکیل نظام آزاد اقتصادی، توسعه شکل‌های گوناگون مالکیت، فضای آزاد اطلاعاتی و جلب وسیع اتحاد و تشکیلات‌های جمعیتی و مردمی در فضای جامعه سازی و دولت دموکراتی ما از هدف‌های مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است. بلند برداشتن سطح معرفت سیاسی شهروندان، احترام به ارزش‌های دموکراتی، تأمین اشتراک فعال اهالی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت نیز از جمله بخش‌های اساسی برنامه پیش از انتخاباتی من است. باید تاکید نماییم که معرفت سیاسی و حقوقی شهروندان کفالت امنیت، رشد و آبادی مملکت است. بنابراین معرفت سیاسی مفکوره شهروندان را همچون سپر معنوی دولت و جامعه تشکل می‌دهد. ماده 5 کنستیتوسیای ما حقوق و آزادی‌های انسان را ارزش عالی اعتراف نموده است. واقعا هم انسان در حیات اجتماعی بزرگترین نعمت و محرک رشد آن است. دولت ما این روش را طریق قانون‌ها اعلان و اعتراف کرده است. ماده‌های 5, 10 و 14 کنستیتوسیا گواه این گفته هاست. اقتدار مدافع وطن از صداقت شهروند و رسالت درک خدمت حربی سرچشمه میگیرد. خدمت وطن وظیفه مقدس هر شهروند است. وقتی ما آسوده بوده میتوانیم که جوانان ما برای حمایت وطن مثل نیاگان خود با مسئولیت آماده باشند. دنیویت دولت ما کفالت تازگی اعتقاد، زمینه رشد دولت و امنیت و آرامی مملکت است. ما از نظر ایمان و وجدان وظیفه داریم برای آبادی وطن و دولت خود خدمت نماییم. نگذاریم که دین و باوری‌های ما را به میدان‌های سیاسی کشند. در زمان معاصر تمایل نادرست رشد مفکوره و عمل‌های آدمان به نظر می‌رسد که آنها نظم و ترتیب و آرامی جامعه و دولت‌ها را آسیب پذیر می‌نمایند. حقوق و آزادی‌های انسان را پایمال می‌کنند و در میان مردم ناباوری و
таҳаллука ро афзоиш мебахшанд. дар фазои мафкураи миллии мо тоҷикон махсусан таҳдиди ифротгароии динӣ ва терроризми динӣ таъсири бештари манфӣ дорад. барои мубориза бо ин зуҳурот ва пешгирӣ аз он сараввал онҳоро бояд шинохт. ифрот дар сурати истифода шуданаш бо зӯроварӣ дар ҳамаи шаклҳои оқибати ҳуқуқӣ ҳам дар шакли ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам дар ҷиноятӣ доро аст. мусоидат ба фаъолияти бо марому мақсадноки сохтори давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кори мубориза ба ифроту террор, нашамандӣ, савдои одамон аз вазифаҳои муҳими парлумони касбӣ ба ҳисоб хоҳад рафт. ҳизби халқии демократии тоҷикистон минбаъд низ дар пайравӣ ба пешвои муаззами миллат маърифат ва илмро калиди ҳамаи муаммоҳои зиндагӣ ва рафъи мушкилиҳои иҷтимоӣ дониста ҳамаҷониба ба дастгирии ҳуқуқии муаллимон ва кормандони илмии кишвар кӯшиш менамояд. бо ин мақсад дастгирии минбаъдаи соҳаи илму маориф ва дастгирии ҳуқуқии рушди илмҳои дақиқ ва технологияи муосир аз самтҳои афзалияноки парлумони касбӣ дар 5 соли оянда боқӣ хоҳад монд. ҷиҳати пешгирӣ кардани ҷавонон аз ҳамроҳшавӣ ба гурӯҳу ҳаракатҳои ифротӣ бо ташаббуси парлумони касбӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо вохӯриҳои вижавӣ ба оилаҳои осебпазир ташкил карда шуда ҷиҳати ба ҳолати мӯътадил гардондани онҳо кӯшишҳои доимӣ карда мешавад. итминони комил дорем ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳисси баланди масъулият санаи 2 март соли равон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок намуда барои ояндаи боз ҳам дурахшон ва шукуфони ватани азизамон ба ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва номзади пешниҳодшуда аз ин ҳизб овоз медиҳанд. овози ҳар яки шумо барои ояндаи тоҷикистони соҳибистиқлол ва рушду пешрафти он муҳим аст.